همه چه خنده در جبین. خوشا به حال دادرت متین 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 متین، همیشه خنده می کند مهین 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 مهین. خودت چرا نشسته ای خزین 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 خزین؟ خودت چرا نشسته ای حزین 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 حزین؟ چی شد که گشته ای غمین 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 غمین؟ تو خمانده ای سبب همین 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 همین. بخیز و در قطار ما بشین 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 بشین، که خنده بر لبت دمد چه خنده چو انگوبین. مبین 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 مبین، ببین 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 ببین. چه خوش بجوره ها شوی قرین 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 قرین، دیگر از ما جدا مشو چنین 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 چنین. مبین 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 مبین، ببین 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 ببین، همه 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 چه خنده در جبین. یک عمر برای بچه ها ایجاد کرد. بار معرفت بچه خلق را به دوش گرفت. تلاش کرد بچه ما فدایی باشد در راه ادب، خوشچین باشد از باغ فرهنگ و معرفت و فراست. لحظه های تلخ و شیرین، مهر و محبت صمیمی، رسم و آیین های ملی، فکر و اندیشه و رفتار و گفتار رنگین کودکان را خوب و خاطر نشین تصویر بنمود. یعنی بهر آلگی فردای بچه ها از خود بیگذشت و با ایشان پیوست. جوره هاشمی، شاعر خلقی تاجیکستان. جوره هاشمی، شاعر خلقی تاجیکستان، در چیله زمستان سال 1948 در خانواده کارگری راهی آهن به دنیا آمده است. زاده محله قروق دهشورای پولادانی کناری شهر کنیبادام است. معلومات عمومی را در مکتب‌های 8 ساله رقم 23 و میانه رقم 25 شهر کنیبادام گرفته، سال 1971 بخش سخنشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. به حیث مصحح نشریات دولتی عرفان، محرر کمیته دولتی تلویزیون و رادیوشنوانی جمهوری، مدیر بخش ادبیات و صنعت روزنامه پیانری تاجیکستان، کاتب مسئول مجله چشمه و سردبیر هفته‌نامه جمهوریوی بچه ها گل ادای وظیفه کرده است. از سال 1991 تا سال 2015 هم رئیس شورا و مشاور اتفاق نویسندگان تاجیکستان عاید به ادبیات کودکان و نورسان بوده. الحال در مؤسسه نشریوی معارف سرگرم کار و ایجاد است. و اینک آثار تألیف کرده: سایبان صدرنگه سال 1980، افتابک سال 1986، ختم امانی سال 1989، من الفبا میخونم سال 1994، نینی به پا شد سال 1998، از یک تا لک سال 2000، کلچه چرا شیرین است سال 2000، من به کجا می روم با زبانی روسی سال 2000، ری می گویم من برا سال 2003، روزی نو سال 2004، چرا شمالک وزید سال 2008، موسیقی خاموشی سال 2012، سه دودرکان بودند سال 2016، سرودک درباره حرف آ سال 2016، زوغک و غوزک سال 2020، بیا با هم میخونیم سال 2020، بچه ها و کوچه ها سال 2020، مشق حساب سال 2022، خواندن توانی خوب است سال 2023 و باز چندین اثرهای دیگر که در پیشرفت ادبیات کودکان و تربیت نسل نورس مقامی شایان دارند. همکاری ها: شراف‌الدین سیف‌الدین، جورابای آخوندزاده، قدرت‌الله یحیی‌زاده، خیرالله عبدالله، زین‌الدین ذوالفقار واروخی، زرینه میرشکر و جورخان عابدپور زمره از آهنگسازان شهرتمند جمهوری‌اند که جوره هاشمی با ایشان همکاری کرده برای کودکان و نورسان سرودهای زیادی آفریده است. قدردانی ها: علوچی معارف تاجیکستان از سال 1982 دارنده مکافات اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ساحه ادبیات کودکان و نورسان از سال 1992، علوچی فرهنگ تاجیکستان از سال 2009
دارنده افتخارنامه جمهوری تاجیکستان در سال 1994، دارنده مدال طلای کمیته صلح اتحاد شوروی در سال 1998، دارنده مدال خدمت شایسته در سال 2003، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در سال 2012 برای تألیف کتاب بچه ها و کوچه ها و شاعر خلقی تاجیکستان در سال 2022. همسر مشفق، پدری مهربان، باباجان قصه‌گو، قرین با همسایه ها، شاعر بچه ها، جوره هاشمی. یک شعرشون است که بینه که خوردگه یکی دلکش است. چمچوق چی میگوید؟ میدونی چی میگوید؟ در مکتب چمچوق ها من الان چی میگوید؟ نه 4 مصرع هم باشد یک چیزی عجایب از نام یک پرنده. استاد همینه مثال آوردن. استاد گرامی، چرا دامن کودکی را رها نکرده؟ من وقتی که در مکتب میانه میخوندم، مشق شعر میکردم، درباره همسنفان مینوشتم و بعضیشون خط تنقیدی هم میشد، بعدشون می آمد. وقتی که به دوشنبه آمدم، در همه خیلی انعنه بود است در دانشگاه ملی که 19 سپتامبر روز شعر از دیگر دانشگاه ها جمع می آمدن، شعرخوانی میکردن. اونجا استاد گلنظر متصدی جمع آوری همه خیلی شعرها بودن، راهبر بودن. من هم یک شعرکم آورده دادم که یک بین چه باشد. گفتن که نقد است و بر پیانیر تاجیکستان باید چاپ میشد. خب من پیانیر تاجیکستان بردم و اولین شعری که در مطبوعات جمهوری چاپ شد شعر بچگانه بود و با نام آی دسته‌دار. در کودکی بودم، یک بچه همسنفمو معلم پرسیدن که این چی است؟ این آ. بعد آی نشان داد. این چی است؟ فکر کرد گفت که آی دسته‌دار است. و من همینه نوشتم. استاد علی باباجان بودن و مدیر شعبه سند و ادبیات پیانیر تاجیکستان، امروزه انباز، استاد علی باباجان بودن. خواندن و گفتن که شعرت خوب است و همه خیلی نویس، همه خیلی این کاری مشکل است، کاری دشوار است، لیکن خیلی کوشش کنی اگر یک مقصد برسید ممکن میشد و همه خیلی ما اشتراک کرده است. و من شاید همین دلالت سبب شد که من به شعر بچه ها رو آوردم و خالبی کودکان در آمدن، کودکان اندیشه کردن، محیط اطراف با چشم کودکان دیدن عجیب است. شاید همین سبب شد که من به شعر بچه ها رو آوردم و من بعد با همین راه رفتم. به همین راه رفت، شیب و فراز را فتح بینمود و به جهان پرفسانه بچه ها وارد گردید و چون دید آزادگی و آزاد آهنگی را دیگر نتوانست و هم نخواست رستگاری از عالم بی آلایش بچگی و کمر همت بست و ایجاد کرد بعد بچه ها دست و به دست با بچه ها اینک به کمال پیری رسید و اما باز هم با نیروی آفرنده و اندیشه های سازنده بعد فردای وطن همروان و همزبان است با بچه ها که خوشا به حالش. جوره هاشمی یکی از شاعران معروف ادبیات بچه ها به حساب می روند. سالهای در دانشجو بودم، من در مجله مشعل همچون مصحح کار میکردم. اون وقت استاد جوره هاشم مدیر روزنامه پیانیر تاجیکستان، عین حال انباز میگویند که تعداد قریب 1 میلیون داشت و در آن وقتها محرر این روزنامه استاد گلرخسار صفیه بودند. اولین کتاب استاد جوره هاشم سایبان صدرنگه سال 80 روی چاپ را دید و یکی از بهترین کتابشان است. شعرهای بسیار خوب است. و بعد از آن آفتابک، ره میگویم من برو، چرا شمالک وزید، خیلی کتاب‌های پس هم کتاب‌های خوب برای بچه ها استاد جوره هاشم نوشتند، ایجاد کردند تا حتی اکثریتش سرودهای استاد جوره هاشم را بهترین
آهنگسازان ما با آهنگ در آوردن. کتابی توات الوهیده سرودهای جوره هاشمی است که از جوره خان عابدپور، قدرت الله یحیی‌زاده، زرینه شهیدی و غیره ها با آهنگ در آوردن و اکثریت اونها می‌سرایند. و اینچنین در کتاب‌های درسی مکتب‌های تحصیل نمونه عمومی ما اکثریت شعرهای استاد جوره هاشم وارد گشتند. ما بخشتی جان دوشنبه ساختیم، بحر رنگارنگیش پرداختیم، در کف دستش به صد خونی جگر، پرچم ملت بلند افراختیم، پرچم ملت به فرقش جلوگر، در ردیف زهره و شمس و قمر، بر مشام هر یک انسان میرسد، از قبایش نکهت گلهای تر. ما بخشتی جان دوشنبه ساختیم، بحر رنگارنگیش پرداختیم، در کف دستش به صد خونی جگر، پرچم ملت بلند افراختیم. شهر من چون طفل در پرپیچانی ناز، نازنین بود نازنین تر گشت باز، در دوشنبه پای تختی مملکت، ای خدا بخشا به ما عمری دراز. ما بخشتی جان دوشنبه ساختیم، بحر رنگارنگیش پرداختیم، در کف دستش به صد خونی جگر، پرچم ملت بلند افراختیم. به شما دعا دادن، گفتن که همکاری رو دوام دهید و اما هشدار دادن که کاری آسان نیست، دشوار است. در این مرحله اون استاد خلاصه کردید که دشوار بوده است. دشواری شوق‌آور فرح بخش است. از آب میکشید مشخص میکنید وقتی که محصول کارتون آب میبرد، همه درد و رنجتون رو فراموش کنید، جایش شادی و خرسندی و افتخار و کمشخل استعدادهای گوارا فرا میگیرد آدم و هم کودکانه خرسند میشد آدم از وقت. و در انجام هر یک شعر کس گمان میکند که بهترین شعر نوشت، خرسند میشه. بعد از پگاه یا بعد از چند ساعتش میبینید که این چیزی مخرری است، یکان چیزی نوی نیست. من یک شعر نوشتم با نام انار خندان و گمان کردم که واقعا هم یک گپی نو گفتم در پیسته خندان است، لیکن انار خندان نیست که انار بیکف است، انار کفتگی میگویم. وقتی که 800 سالگی مولوی تنتنه شد، کتاب شام برآمد، این 800 سال پیش از من مولوی فرموده بودن نار خندان باغ را خندان کند. اما در ادبیات یک چیزی نو گفتن بسیار مشکل است، بسیار مشکل است. عسکر حکیم وقتی که رئیس اتفاق نویسندگان بودن میگفتن که خب حاضر شاعرای ما اگر یک بیت نظم گوید شاید وظیفه اجرا کرده حساب میشد. این 1000 سال باز هزارها شاعر و نویسنده ها می نویسند، یک گپی نو گفتن، یک چیزی نو گفتن خلیب که ناممکن است. کدام یک شاعری بدخشانی خودم گفته بوده است، نازنینی که از عرق تر شد نازنین بود نازنین تر شد. کدام یک شاعری نامعلومی همین بدخشانی خودم بوده است و کبریش معلوم نیست، ممکن معلوم باشد و من مثلا نمیدانم، لیکن یک بیت گفته است، یک بیت گفته است که همه میداند، همه دوست می‌دارد، همه همچون مولی خودش میخواند. و چقدر زیبا گفته است. همه خیلی شاعرای ما اگر یک بیت درس گوید شاید وظیفه اجرا کرده حساب میشد. واقعا جوره هاشمی تلاش دارد در این سمت وظیفه خود را اجرا بنماید بگزند. به آسانی خواسته بچه ها را درک می‌نماید و به نیازهای روحی و روانی و جسمانی ایشان همیشه اعتبار دادد. به حق است که هر قدم انسان سبق است و تجربه برای فردا و خوش به حال نفر چون چهره برنامه ما جوره هاشمی که این حکمت را دریابد و خیلی شایسته و هوشمندانه دی را با امروز بپیوندد در آفریده های سبز اندر سبز. من با استاد بسیار تحسین آفرین میگویم که در جوده ادبیات بچه ها سهم بسیار بزرگ گذاشتند. نه اینکه در تاجیکستان ما بلکه بیرون از آن معرفی کردن ادبیات ما را همچون یک شاعری توانا که برای بچه ها شعر نویسند اونقدر یعنی یک مشکلی دارد از ساده فهماندن و این حال بیشتر شعرهایی که پیش در هجایی می نوشتن رفتیم راه دور مثال این حال تمام شعرهای
اون چیزی که استاد جورا شد در وزن عروض وزن وای نوشته می شود. تا حتی خودشون در یک صحبت گفتن که من در همین وزنی یعنی که در هجایی می نوشتم بار رحمت نظری که در اتفاق نویسنده ادای وظیفه میکنن استاد رحمت نظری بعد گفتن که استاد جورا هاشم چی میشد که تو به همین یعنی وزن و قافیه داری همین شعرهای خوب داری. پس از این استاد تمامی کارهایی که پیشینه به حرف و هجایی حرف میزدن یا که همون مصرع‌های هجایی بود اکثریت اون رو به وزن عروض برگرداندن که هم یک زحمتی خیلی زیاد است. شاعری یک نوآور هستند میخوان که در همین ادبیات برای بچه‌های ما بسیار چیزای جالب دارن. کدام شعرشون رو نمیخونی، کدام کتابشون رو ورق نمیزنی، یک چیزی نو، یک دیدی نو برای شاگردان ما، برای ما شاگردای ما که استاد هستیم، شاگردای استاد هستیم، برای ما یک مکتب است. نکوترین عالم، دیجورترین عالم، خوشروترین عالم، مادر جانم مادر جان. ما را به ده آوردی، ما را به جان پروردی، ما را تو آدم کردی مادر جانم مادر جان. در هر بلند و پستی غمخوار و سرپرستی، رحمت به تو کی هستی مادر جانم مادر جان. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشمه ها و رود پرشستی تو را، دوست دارم هر نهال سبز تو، هم بدخشان هم زرفشانی تو را. از خانه مرجان بیرون برآمد، از زینه مرجان پایان فرآمد، تا کوچه رفت او بازی به بازی، با بچه ها کرد او تازی. تو هنوز در دنیای کودکان هستید. کودکانه سخن میکنید با بچه ها. تو هنوز در جهان کودک سیر دارید به خاطر غنی گردانیدن عالم معنوی کودکان. اما کودکی خودتان یادتان می آید؟ یادتان هست؟ همین کودکی چگونه پشت سر شد؟ به او کودک در همان دوران چی چیز بسیار خوشایند بود؟ به او کودک در همان دوران چی چیز نمی رسید؟ همان کودک چی آرزوها داشت؟ چی ارمانها داشت؟ پدر من کارگر راه آهن بودن. زمستان ها درگیر صندلی می نشستیم و کتاب می خوندم. پدرم بسیار حافظ و بیدل و خویدا و مشرب یک 200 تا کتاب داشتیم. کتابم فارسی اما نشری اصلا کتاب های ما در تاشکند، خزان، لنینگراد، پترزبورگ چاپ می شدن. انا می خواندیم تا به وقت چراغ دهم می گفتن بسیار حاضر ممکنه و روشنایی خواندن ضررناک است. همون می خواندم ما گوش کرده می اشتیم و می شد شب‌هایی که مادرم برای زنهای قشلاق می خواندم. زنها جان، دوست، قربان، صدقه گفته فیغان کرده، گریه میکردن. منم نمیفهمیدم لیکن گریه کرده میشتم در بین زنها. اگر وقتی که مادرم برای زنهای محله میخواندن، انا پدرم گلی صندلی میشتیم میخواندم، با آهنگش میخواندم، با شوق میخواندم، فهمیده میخواندم. از بس که پدرم روی آهنگ کار میکردن بسیار کاری مشکل بود. ما 3 دادران هستیم، شکر خدا هستیم، ما هستیم همینجا زنده و سلامت. همراه پدرم 4 کسه کار میکردیم. 4 کسه کار میکردیم، کارش تمام نمیشد. بسیار معاش 400 سوم بود. خب وقتی که نو شد، پول نو شد 40 سوم معاش میگرفتم. من اینجا سال 65 با نشریات آمدم، همچون صحیفه خان پچیچیک میگفتن، 40 سوم بود معاش. و یک 15 نفر همسنفم آمده به دانشگاه های دوشنبه داخل شده بودن. من مسخره میکردن که ما خوانده 45 سوم میگیریم، تو کار کرده 40 سوم میگیری. با همین خیل معاش ما زندگی میکردیم. پدرم وقتی جنگ، سالهای جنگ کار میکردن در راه آهن، کارگری راه آهن همچون اشتراکچی جنگ حساب میشد و حربی بود و استراتژی اهمیت استراتژی داشت.
بسیار کاری مشکل هم 10 ریلز ها 10 متری بودن. اینجا با 4 وینتوگایی که محکم کردگی همونه هر 6 ماه شده روان کرده از دیگه محکم کرده 3 کیلومتر و این ما در عهده ما هست. حاضر ریلز ها 25 متری شدگی تیپلواز میگرده در وای ما و این کارها لازم نیست. کم خیلی اصول های نو برای من است که یعنی تیز همونه شکسته و ایران کرده ریلز جدا کرده. ریلز اگر شکسته باشه نباشه ماندن ممکن میشه. پیشرفت کنید تکنیک تکنیک انا با این خط میکنه янтоқ месозед устур алафи устур мечи мега янтоқ ва занам дар кор боли санку ва амаш сангу шагал аз ва янтоқ бодад ва ягон та бояд алаф дар ҳамин 3 километре ки дар ваи мо мутасадди ҳастем ягон алафи бегона насад аз норад хат кашида санг чинда خلاصه که بسیار کودکی پر از زحمت. همین امتیاز همین بود که در یک سال کارگری آهن رایگان یا یکان فایزی کم میتونست تمام گوشه کنارهای اتفاق سیتی سفر کند و در سفرهایشان پدرم مایه همراه میگرفتن. من تا مکتب میانم یک 10 بار 11 بار بودم در مسکو، لنینگراد، استالینگراد، کویبیشف، ساراتوف، کیف، پنزه نمیدونم خیلی اما کم در تاشکند زندگی میکنم. البته یک تاشکند به میفرمودم من وای بودم جهان گشته سرچه جهان گشته من بود. ماهای مای بود گندم زاده از قزاقستان میگذشتیم گندم موج میزد همچون بحر پدیم و یکی الهام اومد که اول شاید اولین شعر باشد قلم و کاغذ نیست یگان چیز سفری قلم و کاغذ بعد با من زبون نویسی نمیدانم رفته از کم که وای گرفتم قلم یافتم گازیته وای تو میزچه هست که برای خوراکی برای وگان اینجا آمدم گازیته در آمدم میشتم اکنون می نویسم که هیچی نیست در کلا لحام اول وایشتم تو ایلهام اومدم همزمان نویسم در کلا اما به هر حال عروسی تب قهر کرد. در باره وطن بود شعر من در این دیاری چون چمن مانند گل بشکفتم یک بیت بودم در یادم اصلا بود از شعر اولینم و بعدتر فهمیدم که این الهام از من کلام میشم مثل موسیقی بوده است. همین من کلام میشم قهرمان میشم گیمنی بچه‌های تاجیک بود با افتخار میخوندیم با روحی بلند یعنی همچه شعر خودش همچه مولی خودش میخوند بچه‌ها نمیدونن که شعر میشکره من شعر خودم گفتم میخوندم من کلام چون که از نام بچه‌ها نوشته شده که چه هست این تاریخی عجیب داشت است. من با مناسبت 50 سالگی الفبا با استاد هلال کریم و همچون مخبری پنهانی تاجیکستان صحبت کردم. گفتن که میرشکر به من در 23 سالگی نوشتم الفبای 50 سال خدمت کردم. در 50 سالگیش گفتن که من به میرشکر فرمودم که یک شعر وطن دوستانه در کار بردم. میرشکر اینو نوشت. من گفتم معلم این فکتی عجیبه فکتی تاریخی است. من در مقالم مفصل میستم دنیا های بچه جان این خیلی نکن این کار نکن. گفتم خود این شعر از دایره من و تو خیلی فرا رفته است. اگر حاضر من دعوا کنم که اینا من فرموده بودم این خود تعریف کنی میشه باید میشه دل برو کم نزن از من خواهش کردم. بله. و وقتی که از عالم گذشتند در اتفاق نویسندگان در مسئله کتابی درسی برپا شد بعد من همونجا یک مقاله‌ام گفتم که همه خیلی بود واقعا همه خیلی بود. استاد هلال کریم از من خواهش کرده بودن که در این باره گپ نزنم لیکن از بس که اینجا درباره همکاری شاعر و نویسنده ها و مرتب کتاب ها میرد اینا نگفتم ابال از گناه هست. این من یک تا با همکاری شاعر و مؤلف کتاب درسی در همکاریش همین خیلی چیزی عجایب به دنیا آمده است. من اینا میگویم که واقعا همین خیلی است. مؤلفای کتاب درسی باید با شاعر و نویسنده ها علاقه زیست داشته باشند همکاری کنند تا که همه خیلی اثرهای خوب وجود دارند. خاطره ها گل های شکفته ایند در گلدان قلب انسان ها و نکهت آرامش و فرح و گاه نکهت یأس و رنج و اندوه نیز به مشام می آرند.
گلخاطره هایی که ریشه ها دوانیده در پیکر شاعر جوره هاشمی بارها موجب ایجادهای تازه به تازه و نو به نو گردیده. بنابر شاعر زیاد با گذشته ارتباط دارد. میان توده خاکستر خاطره ها لخچه پنهان حکمت را در می‌یابد و شعر و ایجاد را می‌فزاید. قسم زیادی که شعرهاشون را ادیبان دیگر هم وطن و هم بیرون از مرزی ما با زبان ازبکی، روسی، با حروفات فارسی در ایران نیز چاپ شدند. در ایران خصوصا شعرشناسانی که بسیار مشهور هستند عاید شعر و شاعری و چگلک‌های استاد جوره هاشمی رو بهترین و یک در ادبیات بچه‌ها یک نوآوری مخصوص گفته بسیار به خوشنودی تا حتی در روزنامه‌های تهران چاپ شد و نسخه آن در ادبیات سنت خودمون برگردان شده. از آنها نسبت آنچه که گفتند بهترین شعرهایی که بود در ادبیات سنت نیز درج شده است. فصل نو آغاز شد، غنچه گل باز شد، برف چه خیل آب شد، غن شد و سیلاب شد، آبی روان لای شد، لب به لبی سای شد، آب و هوا گرم شد، خاک نمو نرم شد، دیه گلاباد شد، پیر و جوان شاد شد. شما یک شاعر موفق هستید در بخش ادبیات بچه ها. شما در همین یوسفستان، در همین گلستان و بستان چی رنگ و رنگی ها میبینید؟ چی زیباگی ها میبینید؟ چی ایجادهای تازه میبینید؟ و از طرفی که به همین گلستان و بستان دوران ما به ادبیات بچگانه چی چیز نمیرسد عین زمان؟ ادبیات بچه های ما از سالهای 70 تا امروز خیلی پیش رفت، خیلی موفقیت ها. انا همون حال شعرهایی که سال 60 و 70 چاپ شده است، من جرأت نمیکنم که به کتاب به مجموعه خودم داخل کنم و خیلی کار کردن در کار میشد، مهنت کردن در کار میشد که جوابگوی طلبات امروزه شعری بچه ها باشد. واقعا استاد عبید رجب برنده جایزه بین المللی اندیسه شدن. این آبروی ادبیات کودکان ما است. شعر سلیمانی شاعر خلقی تاجیکستان برای شعرهاشون عبید رجب اعتراف ادبیات بچه ها هست. بر رغم بعضی ها که ادبیات بچه ها نیست و ادبیات هست، این کودکان حالی هم هستن، خیلی حالی هم عقیده هست ادبیات باید بچگان چی نباشه، لیکن هست و چه ادبیات شناسی جهان این اعتراف کرده است که این ادبیات بچه ها هست. یاد از من در 50 سالگی استاد مسعود میرشکر سوال دادم، خطی سوال دادم که شبیه ایجادشون بود، شما آیا از وضع امروزه ادبیات ما، ادبیات کودکان خانه هستید؟ خواندن این گپی یک درجه گپی بی‌معنی است. چه ممکن آدم خانه شود از ادبیات خانه شود؟ این هیچ ممکن نیست. حاضر نقص شکر ادبیات ما پیشرو است، ترقیات موفقیت ها هست، لیکن خانه نشوی به هر چیابی از خوب به خوبتر شتابی. اگر گویید که من خانه هستم دیگه یک قدم پیش رفتن ممکن نیست، هیچ وقت خانه شدن ممکن نیست. زندگی ساده و آزاده و با برکت دارد بسر با اهل بیت میان 4 دیوار بلند این خانه، با احترام گذاشتن در شخصیت یکدیگر خرد و کلان این خاندان به زندگی هم معنی فزودند. این فضا بازگوی آن است که شاعر جوره هاشمی روح زیباپذیر و ذوق نادر داشته، پرستنده به همتای آزادگی بوده، به رفیق شفیقش، به عزیز دل، به مادر فرزندهاش احترام و محبت آسمانی دارد، به همسر چون به بی‌بهاترین هدیه تقدیر و اعجاز خداوند با احتیاط و محبت مناسبت می‌نماید و در پاس صداقت با اعتقاد
فرهنگ محبت را میماند شاعر در مناسبت و در معاشرت با اهل بیت که دیدنش خیلی خوشایند بود. هوایشان باد. روزگار ما روزگار نغز بود. انسان خوب هستن خودشان، انسان خاکسار. من معلمه شده کار میکردم، هر دو یکدیگر ما موافقت کردیم. کمبودی ها بود، پستی بلندی ها بود، خیلی چشیدیم، همین روز برسیدیم. خدا و شکر. 4 تا فرزند کلان کردیم همراهی این کس. همش خانه دار کردیم 4 تا. خدا و شکر من تا این وقت خط زندگی میکنیم. خرسند هستم از این کس. شبها کار میکردن شته شعرهایی که می نویسن اول من با خوانده میدادن. یک بار خوانده بین این چی کنی چی خیلی دست به خواندم میکنم مصلحت میدادم، یک آنچه میگفتم. بعد خودشان همین نویسه چاپ میکردن گازیته ها. آدمی بسیار پرطاقت در زندگی اینا، پرتحمل، همین خیلی برداشت میکنن همه چیزا. تا خاطری همین و ایشان خود فرداشتشان برداشتشان زندگی کرده آمدیم. استاد جورا هاشم برای کتابی بچه ها و کوچه هاشان سال 2012 برنده جایزه ادبی به نام استاد ابوالله رودکی شدند که این ارزنده ترین شاعر هستند. کتاب بسیار مکمل، کتاب خوب، قریب زیاده از 20 کتاب نوشتند. من به نزدیکی باز یک کتابی نوشتم از طرف یوسعید روی چاپ دید. من یک کتابی وایشان مشق حساب که بسیار هم یک باور کنه همون خواننده را به یک حسیات، به یک همین شعرهاشون یک مثل چیستان آنچه که در شعر است، یعنی که معما است، همون حل میکنه. اینا آسان نیست که در شعر همه چیز رو جو کردن. این یک مشکلی دارد، خصوصا معما را یا که چگیلک ها. با چشمانم شنیدم، با گوشانم بدیدم، آیا درست کردم یا نادرست کردم. با دست را بگشتم، با پای خط نوشتم، آیا درست کردم یا نادرست کردم. خوردم کتاب را من، خواندم کباب را من، آیا درست کردم یا نادرست کردم. گفتم به گربه‌ام کشت، گفتم به مرغکم پیشت، آیا درست کردم یا نادرست کردم. کردم چو سگچه میو میو، هم چو پشکچه هاو هاو، آیا درست کردم یا نادرست کردم. چون باد خوش خزیدم، چون آب جو وزیدم، آیا درست کردم یا نادرست کردم. من واشدم چو بلبل، هم خواندم ترانه چون گل، آیا درست کردم یا نادرست کردم. گفتم 2 مادر از یاد شد، شرکم زیمن شد، آیا درست کردم یا نادرست کردم. باد چرا کو به کو میوزد و میوزد، آب چرا جو به جو میخزد و میخزد. باز چرا پژمرد گل شکفت هر سفر، از چه رود آفتاب تا که بیاید سحر. شمس پسر خود چراست، زهره چرا دخترک، از چی ندارد حلیم دادرک و خواهرک. در بر 6 دادرش فخر کند قهرمان، وه ز کجا یابد این رده دادران. جوره چرا نام من، دادرکم حاتم است، پرسش عالم زیاد پاسخ عالم کم است. چشمه بود همچون نور، چشمه روان با سرور، چشمه کشایند نفس، چشمه خوش آیند به کس. چشمه بیارد صفا، چشمه چی دارد سخا، چشمه چی گوید سرود، چشمه چی خواند درود. چشمه چرا بیقرار، چشمه کجا رسی پار، چشمه شتابد بدور، چشمه به مردم ضرور. استاد سال آخران بود کاری که باید میکردید و اما نکردید، امروز افسوس میخورید. بود کاری که نکردید و اما باید که میکردید اما دیگر امکانی کردن ندارید. سوال به همین خاطر که راضی هستید از موقعی که دارید در زندگی و از جایگاهی که دارد ایجاد شما. من بانجان در این خصوص اندیشه نکردم، براستی گپ اندیشه نکردم، لیکن من به هیچ یاد قناعتمند هستم که خودشم هستم، افتخار میکنم که شاعر بچه ها هستم، برای بچه ها می نویسم. هر کی بیند روی خوبت پاک گردد از گناه. وقتی که با بچه ها صحبت میکنید و اندیشه هاشون تجزیه بیان فکرشون
یک کیفیتی دارد. بعد از صحبت با بچه ها کس یک با کودک میشد نمیدونم روحش بریده تبش شده میشد. آینده ادبیات بچه ها درخشان است. من به این باور دارم. هرچند که بسیار کم هستند شاعرای بسیار کم جرأت میکنن یا خیر نمیدونم وقتش باید در انجمن‌های استاد توزونزاده مثل کار مقاله ها می‌نویسند که ادبیات کودکان خفا میماند. برای ادبیات کودکان یاری رسانند برای پیشرفتش مقاله دلسوزی میکنن و این چیزی طبیعت رفتن چون که درباره بچه‌ها نوشتن ادبیات بچه‌ها داخل شدن آسان نیست. کدام منعقد گفته است که به ادبیات داخل شدن مشکل است. در ادبیات خود نگاه داشتن مشکل تر است. در ادبیات ماندن قریب که ناممکن است. لیکن امید است که به قول نوایی توفیق می‌یابیم و آینده ادبیات ما درخشان است. من فکر می‌کنم. سلامت باشید استاد عزیز. واقعا هم شما نفری هستید که یک عمر خود رو به بچه بخشیدید و همان نیروی رو پیدا کردید که به جهان کودک وارد شوید. به جهان کودک وارد شدن آسان است و هنری هر کس هم نیست. ما از حکمت صحبت شما همین چیز رو برداشتیم. ما مثلا نمیتوانیم به جهان کودک وارد شویم و اما صحبت شما پیش نظر ما دنیای کودک رو به جلوه آورد و یک لحظه از همان صفای جهان کودک، یک لحظه از همان آزادگی و زیبایی و سازندگی های عالم کودک برای ما روزنه را وانمود. برای همین لطف، برای همین نعمت، برای همین غذایی که عین زمان از صحبت شما ما گرفتیم، ثنا بر شما، ثواب بر شما. خدا رحمت شاد باشه. عمر تگی 80 آمد با آزادگی و آزاده آهنگی، با کوشش و تلاش، با آرزو و هوس بهر رفع خستگی و با امید آلگی فردا و بهی روزگار بچه میلاد. زندگی و زیست از آغاز یک اندازه آسان نبود آن زمان که شاعر آمده بود به گلستان وجود، اما مرحله به مرحله عشق به اندازه به رسالت راه و روش زندگی را منور میکرد و روشنایی میبخشید به ذهن و ذوق. خلاص بیننده عزیز، ما جوره هاشمی شاعر خلقی تاجیکستان را در همین مرحله پربرکت عمر باز هم پر از شادی آغاز و مست آفرینندگی بهر بچه ملت دریافتیم. زی این عشق، زی این صداقت و برکت در کسب و کار و جسم و جان شاعر. چی گفته؟